گفت من شیفتم توی صحنی بود که ما بشدیا بهش میگیم اسمال طلا یا همون سقاخونه. گفت هر موقع که 2 ساعت شیفتم بود مسئولیتم هم که انجام میدادم گاهی هم میومدم پشت پنجره فولاد. گفت عادت کرده بودم هر موقع میومدم تو صحنه انقلاب میومدم پشت پنجره فولاد با این مریضا حرف میزدم. سلام چطوری؟ ساعت 8:09 صبح بود اومدم پشت پنجره فولاد دیدم که یه جوون رعنایی دیدم دستشو بستن به پنجره، یه دستمالی هم به سرش، رنگ و روش سرخه اما خیلی جوونه. نشستم کنارش سلام چطوری؟ دیدم سر تکون میده. گفتم حرف نمیتونی بزنی؟ دیدم یه حاج خانومی نشسته بود اون نزدیکا، اومد نزدیک من، پسرمه، دیدم داره گریه میکنه. گفتم خدا انشالله شفاش بده. چشه؟ گفت یه میگرنی یه سردردی میگیره، وقتی میگیرش حرف هم نمیتونه بزنه. گفتم انشالله امام رضا شفاش بده. خودشو کشون نزدیک من، فهمیدم یه چیزی میخواد به من بگه که پسرش متوجه نشه. گفتم جانم مادر چیزی نیاز دارید؟ گفت ما خیلی فقیریم، ما هممون فقیریم، دورت بگردم. گفت آقا پول نداشتم دکتر دواش کنم، میرم حرم امام رضا. به یه سختی دیدم نزدیکتر اومد، فهمیدم میخواد حرف خصوصی تر بزنه. گفتم جان مادر چیه؟ لباسای بچه‌مو فروختم، پول مشهد رو جور کردم، همین یه دست لباسی که تنشه رو فقط. گفتم که انشالله امام رضا گرهتو باز کنه، خوب جایی اومدی، دکتر نمیخواست بری. شب بود دوباره اومدم تو صحن و دور میزدم و دوباره اومدم نزدیک پنجره فولاد دیدم جوونه نشسته. رفتم کنار سلام چطوری؟ گفت سلام آقا متشکرم. گفتم که خوبی؟ الحمدلله. گفت آره الحمدلله. گفتم که یعنی سردردت الان نیستش بعضی وقتا؟ گفت نه تقریبا دائمیه. گفتم الان؟ گفت الان خوب شدم. خوب. گفتم خوب شدی؟ گفت آره. گفتم خب چرا چیزی نمیگی؟ گفت آقا اگه میشه ساکت آرام صحبت کنید. گفتم قربونت برم من حرف بدی نمیزنم، میگم که چرا به خادمات چرا بلند نمیشی، چرا اینجا نشستی؟ گفت نشستم از آقا تشکر کنم. گفتم که مادر مثل که پسرت الحمدلله میگه خوب شدم سردردم. گفتش که آره الحمدلله آقا. گفتم خب مادر یه چیزی بگید، چرا سر صدای یه حرفی؟ گفت عصر بود اینجا سرمو به دیوار حرم گذاشته بودم، خوابیده بودم، دیدم علی ابن موسی رضا از داخل ذریح بیرون اومدن، نزدیک من اومدن، سلام کردم آقا سلام کردن. گفتم که چته؟ گفتم آقا سردرد امانمو بریده. یه دست به سر من کشیدن، گفتن انشالله خوب میشی دیگه دکترم نمیخواد بری. گفتم خدا رو شکر مادر سردردم خوب شد. آقا فرمود آروم صحبت. آقا مادرم خیلی نگرانه. گفت پسر میدونم منم نگران مادرتم. گفتم خب بهش بگم؟ گفت باشه آروم بگو. گفتم آقا چرا بلند نگم؟ گفت مگه ندیدی مادرت؟ گفت فقط همین یه دست لباسو داری.